چه رقم هندوستان را بگیریم؟ این خیلی ساده است. زمانی که سال 2025 ما ایران و پاکستان را گرفتیم، هندوستان که از مردمش زیاد در گاو احترام می داشته باشه، ما یک چند تا گاو بسیار وحشی تعلیم میتیم و او را در هندوستان روان میکنیم. زمانی که در هندوستان رفت گاوا، مردم در گردش جمع میشه و کوشش میکنه او را عبادت کنه. بازی گاوا باید و انسان ها را بزنه تا حدی که کل انسان ها در اونجا از بین بره و ما میتونیم به راحتی بریم هندوستان و بگیریم و تصرف کنیم. ما چطور فوتبالیست شوم؟ برو زن کو، باز دلت از چیزا بد میشه. چه رقمی میتوانم در گیم پابجی پرو پلیر شوم؟ اول برو موبایل صحیح و کامپیوتر صحیح بخر. اگه با وجود اون نتونستی که پرو پلیر شوی، باز برو سی بی دی بزن. سی بی دی که از تمرکز زیاد میکنه، بازی باعث میشه که تو خوب تمرکز کنی و بتونی بازی خوب کنی. لالا چه رقم می دخترها را از مسیج یک سلام به پای میز نکاح ببریم؟ ایره تو طور میتونی انجام بدی که میز نکاح را که خود بگردانی، زمانی که دختر دیدی ببری و پیشش بانی. سمی لالا چطور میتونم به اروپا برسم؟ اروپا آمدن خیلی راحت شده البته فعلا، بخصوص آلمان. تو میتونی از طریق ویزه کاری به آلمان بیایی یا که ویزه کار آموزشی. از طرف دیگه تو میتونی ویزه دانشجویی را همچنان بگیری یا که شانسن کارت همچنان برات ویزا میته. و اگر اینا را نتونی، تو میتونی از راه قاچاق همچنان راحت بیایی. لالا جان چطور بدون نان خوردن سیر باشم؟ تو میتونی میوه‌جات یا سبزیجات بخوری، بازم سیر میشی. لالا بغنی چی گفتنی داری؟ بغنی گفتنی من یه است که در تیک تاک بیا، لایو بیا، در مقابل نجیب برود مسابقه بزنه. چه رقم مثل خود نابغه شوم؟ من نابغه نیستم. چی وقت من میمرم لطفاً بگو، زمانی که خودت دار بزنی.